الله الرحمن الرحیم. ساعت 12:45 است. امروز 13 بهمن 1402 ساعت 12:45 بامداد به وقت محلی دیروزور شرق سوریه. اینجا طب حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام، پادگان عیاش، مقر فاطمیون طب سرافراز قمر بن هاشم. امشب توسط جنگنده های رژیم فاسد و استکباری آمریکا مورد حمله قرار گرفته. مقر نیروهای پیاده است، اینجا داره با آتش میسوزه. اینجا مقر نیروهای پیاده است. اونجا مصلا را هدف قرار داده. اینجا که مقر پشتیبانیه، اینجا مقر پشتیبانیه، داره با آتش میسوزه. نیروی پیاده هم بوده داخلش. ما این حمله بزدلانه رو بدون پاسخ نخواهیم گذاشت. انتقام سختی از این رژیم غاصب خواهیم گرفت انشاءالله به امید خدا. ما این حمله رو هرگز بی پاسخ نخواهیم گذاشت. خب ساختمان های دیگر پشت این تپه قرار داره. ما داخل تونل به سر میبریم. اون مقرها هم مورد حمله قرار گرفته اما ما دید کاملی نداریم. اینجا هم داخل تونل ماست. اینجا هم داخل جان محمد علوی.